داملازیان در کجاست؟ داملازیان نیست دیگر. چل نبوده است. بابای چی شد؟ مگر جنگ کردند؟ کجا رفتین؟ تورت رو کندن رفتیم. ای فروخ، تو هیچ چیز رو نمیدونی. ازدواج اینها ساخته است آخر. یا خدا توبه، یا خدا توبه. من حالا به خواهرش چی میگویم؟ الو زورا جان السلام. من از داملازیا رو پرسیدنیم او با تو است؟ باید به مغازه می آمد اما نه آمد. تلفنش هم خاموش است. نمیدونید که او در کجا است؟ بیتر جان، زیا بیرون از شهر است. یک کارش برآمد. مفتیات او رو به کار فرستاد. یا خدایا توبه، به من این رو نگفت. مایلش تشکر زیاد. رحمت. حقا چرا تلفنت خاموش است؟ به کسی هیچ چیز گفتن نمیتوانم. با فریاد داد زدن میخواهم. غمم رو حتی معلوم کردن نمیتوانم. کلتکیل است. التجا میکنم هر چیز زودتر برگرد. بی تو بودن طاقت کردن نمیتوانم. در خانه، در حجره، حتی به یک دقیقه ایستادن طاقت کردن نمیتوانم. برگرد، التماس. عجب دستگیر شدن یکش رو میدوند. اگر داند بسیار غمگین شده است. بیت المال تو رو غمگین نمیکنم، وعده میدهم. چی بپس؟ چی بپس؟ ایسته چیکار میکنی؟ سعدی سلوات رو شما چیکار میکنی؟ شما چیکار میکنی سعدی؟ لبای فکر کردی که مرده ها گپ زده نمیتوانند کلتکیل است؟
تو؟ چرا با جنازه هم نامدی کلتا کلاس؟ آماده حداقل نماز جنازه هم رو میخوندی. تو مردی، حریف پست مردی. حیات پر از معجزه است کلتا کلاس. همه ما رو مرده بدانن و اما حجت های در کاری رو تیار میکنی. نباشد مرده حقیقی تو میشوی. فهمیدی؟ حالا خرسند هستی کلتا کلاس. در محبس پوسیده میروی. برای چی؟ برای اونالی که تو رو به محبس کشید. ارزنده بود؟ برای اونال کشتنی من ارزنده بود؟ میدونم کلتا کلاس برای اونال نه. مرا برای دوست داشته‌ات و خواهرت کشتن خواستی، اما با بسیار دلشکستگی دچار شدی. به مردن جیانم اژدر سبب شدی، بعداً مرا کشتنی شدی. همه این جوابگری دارد. از روی عدالت تو هم باید جزا گیری. مرا با اونال دستگیر کننده با محبس کشیدی. با چی میخواهی سقراط؟ در زندان بودن به عذابی من برابر شده نمیتواند. بله، من تو را به زندان فرستادم. خواطر نشو. کلتا کلاس اونال را برای یزنه دوست داشتهش بودن نجات دهد، پس برای دوست داشته هایش چی کارهایی که نمی کند؟ شخصانی دوست داشتهد، یعنی زن و خواهرت اگر در خطر باشند چی کار میکنی؟ خواهرت و زهرا در دستم است کلتا کلاس. اگر به طور موی اونها دست رسانی تو را میکشم سقراط. قسم میخورم رحم نکرده تو را با دستان خودم میکشم. گوش کن، و تو یک فرصت میدیم. خواطر نشو. برای نجات دادن خواهر و دوست داشته 24 ساعت وقت میدیم. در دوام 24 ساعت از محبس میگریزی. آنها را یافته نجات میدی. میدونم کارت بسیار مشکل است و تو باز یک امکانیت دیگر میدیم. بیا خودت رو نشان میده کلتا کلاس. سقراط، سقراط. باید کمیسر رونال رو بینم. او رو دعوت کنید به اینجا بیاید. مسئله حیاتی است. بس است. هر وقتی خواستد به هر کس با خوردن نمیتوانی. گفتم این در رو باز کن که به حجره خلوب میپردازد. این مسئله حیاتی است میگویم. خواهر و زنم رو بردن. با کمیسر رونال باید بخورم. او رو به اینجا دعوت کنید. التجا میکنم. با سردار محبس گپ بزنم. اگر راضی شود با پلیس خبر میدیم. حالا رفته دمگیر. اگر دیر کنیم هر درشون رو میکشند. التماس کمیسر رونال رو به اینجا دعوت کنید. التماس میکنم. خط شما. چرا اینقدر میخواهی که کمیسر رونال رو ببینی؟ اگر اینقدر تعجیلی باشد گپ زن وزیر عدلیه رو دعوت کنم. ما رو مسخره میکنی ها؟ حیات خواهر و همسرم در خطر است میگویم. اگر با آنها یگان چیز رو بیاد سر رو میکنم. میکنی ها؟ این صدقه خودی شوید. دوشان دوزی گپ زدن چایف هستی. در رکشا میگویم بشرا. در رکشا.
در رو کشایه این در رو کشایه در رو کشایه خدایا با ما کمک بکن بیتول تو رو نجات میدیم خواطر مباش این ماشینی سبیلی کجا شد؟ انا اونجاست شما کیسته؟ از من چی میخواهید؟ التجا میکنم ما رو سردید سردید خواهرش در دستمون است حاضر گرفتیم چه؟ خواهرش؟ با کم یگان حدیثه رخ داد مرا با کجا برده ایستاده التماس بفهماند لطفا دمت را گیر خاموش شو شما کی هستید؟ از من چی میخواید؟ منی ماشین رو من کنید؟ به دختر آرام است پس ساته بگویید شما از من چی میخواید؟ ما از تو هیچ چیز نمیخوایم سقراط با تو کار دارد سقراط گفتی؟ بله تو مگر او رو میشناسی؟ اما سقراط وفات کرد وفات نکرد فرقشایه نابدار کتاب بزنید دمت رو گیر نابدار گوش کنید خواهر زن کمیسر اونال رو دزدیدند کی رو دزدیدن؟ میرا تنها با اونال میگویم دعوت کنید بیاید مسئله حیاتی است نباشد هر دویشون رو بکشند کمتر بیشتر یک کس بود حالا دو کس شد خواهرم رو هم دزدیدن مگر نمیفهمید گوش کن اگر دروغ باشه مرا فریب کرده باشی خدا زند حسابش را برای میپرسم روزگی خدا کمک بکن اونال رو با اینجا دعوت کنید صدقه شما شد ایلش من یکون کار میکنم خلم به سردار میگویم ایلش یک بار بیرون برایم هوای تازه نزدی دوستان برابر دفشت هیز میشم یک لحظه با فکرم اون آدم رو میکشم کوشو درو کوشو این کار رو نکن خواهر زنم رو سقراط با کجا برد گبزن درباره چی گپ میزنی نمیدونم گبزن نباشد میکشمد احمق گبزن با من تنها گفتن که تلفن رو با تو دیدم کی گفت که میده کی گفت نور احمق گبزن کی گفت که بده زاغ گفتن یک آدم زاغش کی شخصی که تلفن رو روان کرد زهرا و خواهرم رو سقراط با کجا برد گبزن احمق نمیدونم چی گپ است در اینجا؟ در درون جنگ دارم باید دیوانه ما رو از درون بیرون کرده در رو محکم کرد در رو کشوی در کار شما چی کنی؟ یک طرف ایسته وقتی در تو سرسفر ندارم هر رو فهمیده یا غم میزنه یا در اینجا میکشم سقراط خواهر زنم رو با کجا برد سقراط رو نمیشناسم از حجرم یک آدم آمده تلفن رو داد زاد سلام میگوید بعداً برای تلفن رو با تو دادن و من پول دیگر هیچ چیز رو میکشم تو رو بگو خواهرم رو با کجا برد احمق خواهرم رو با کجا برد گبزن میکشم گبزن گفتم سردیت ما را سردارم آخر شما کلتکیلس رو دستگیر کردید که با خدا که نومتون با آبی تیلا نوشتن در کن در اصل او را کشته نبودن اما نشد سردارم از برای خدا این خیل گپ نزنه لطفا خدا نشون ندید سردارم نام شما را در دیوار بخارا با حرفای زرین باید نوشتن در کن تو چی میگویی لبید؟ چی میگویی؟ یکیونالی با فکرم ما رو بنفخه میفرستن ما از این کار خفا نیستیم پول من از زیاد بدهند میریم تماشا با تماشای درواز چه خیل درواز چه خیل نفخه ای پسر سردارم خیلی خسته شدیم کم تر استراحت کنیم آخه لبای کمیسر کلتکیلس شما رو فوراً دیدن میخواد کلتکیلس؟ بله او میگوید که جان خواهر زنتون زهرا در خطر است زهرا؟ چی خیل خطر؟ نمیدونم کمیسر تنها با شما گفتن میخواد بلش میویه لبند در حال با محبس رفتن در کار
سردارم ما رو صدقه سیرگاش رو نفقه کند. بله دروغ. خیلی دیگر چی کار میکنیم؟ پاچامونو در آبی گرم بگیریم و میشینیم. غم نخور، من به تو رخصتی میدهم. سردارم با من 10 سال شد که رخصتی نمیدیم. بیا بهتره در این باره گپ نزنیم. بابای ندارم بلازنت رو ندارم. این بیشرف باز از خفای کدام کار است؟ مرا چرا دیدن میخواهد؟ سردارم اینو اون یک طرف گذاشته و در اصل من یک چیزی رو نفهمیدم. خانم زورا این کلتکیلس رو از کجا میشناسد؟ این اشم راست است. از کجا میشناسد بیشرف؟ دروغ میگوید. برای مرا هم به اینجا آوردن دروغ گفته است. سردار خوش آمده. خوش باشه. خوبی سازی؟ السلام علیکم. خوبی سازی؟ من لبن یوردم چه می خوش برو. جناب اونال چکلی که در تلفن خبر دادن محکوم کلتکیلس با شما و خوردن میخواد. بی ترتیبی کرده و اینون کاری کرده ایستاده و باز میگوید که حیات کیم کدوم زهره در خطر است. خاطر نشوی سردار، من بیاناتی او را میکنم. یک دقیقه جنابی بوده. این را عجب در کدام وقت روز میبیاد؟ ببینید در اینجا وقت بسیار مهم است. چه خیلی وقت دمت رو گیر. سردارم اجازه دید من به داخل درم پرس من کنم. از او چنان سوالو میپرسم که نقشه‌های در سر بوده رو با یکدیگرش آمیخته میکنم. لبت رفتم با موشیچین رفتم سر خواهد میرویم. روزی یک تاش بزنه بعد نگه سردارش زد. اون نمیخوش با خدایا التجا میکنم و به طول یگان چیز نشود. با که اونال زن میزنم. نام وای چهارچشمه چی بود خدایا؟ چی بوده؟ لوند بود. لوند رقمش رو ندارم آخیر. رقم های لوند رو سلم. بله سلم خدای من سلم با کی گپ بزنی تو گپ زن. بلازنت پیشت رو نگاه نمیکنی ها؟ چی سیگنال میدی؟ بلازنت تو را چی میخوایی؟ باز چی هیله داری؟ نه خواهرم و زهرا رو دزدیدن. وقتی زیاد نداریم حیات هر دویشون در خطر است. زهرا؟ کدام زهرا؟ کدام زهرا میشه خواهر زنم. تو زهرا رو از کجا میشناسی؟ میشناسم آخیر. این رو گذار حالا گوش کن. به تو میگم که حیات هر دویشون در خطر است. اونها رو سقراط دزدید. سقراط؟ تو مگر دیوانه شدی؟ سقراط مرد. انا این را بهانه کرده و از اینجا خلاص شدن میخواهی اما حیلت نمیگذره. گوش کن نه سقراط نمرده است. به تو میگم با سقراط با تلفن گپ زدم. چی خیلی نمرد؟ ممکن در خوابت گپ زده ای. چی حیله داری تو نه در داخل یک از به من تلفن داد. با سقراط گپ زدم. مگر تو این را نمیفهمی؟ ابله باید باور میکردم بوده است. به دروغ‌های ابله به من کردن باور کنم دعا کن که تو را نکشتم اما از اینجا جسد تو میبراید. اما نه التجا میکنم با من باور کن. حیات زهرا و خواهرم در خطر است. سقراط نمرد بوده است. احمق بفهم. اونال ایست. اونال مرا گوش کن. اونال با کی اینقدر تو گپ میزنی؟ سیلن بردار تلفنت رو بردار خواهش میکنم. لباسمی جون سیلن جون با من رقم لوند لازم است. رقم لوند رو چیکار میکنی؟ بیتول رو دزدیدن. رقم لوند رو بیده. بیتول رو دزدیدن؟ سیلن از برای خدا بسیار سوال نپرس. التماس با من رقم لوند رو روان کن. مایلش میگویم بنویس. 93
سل جانی جانونه شیشتای تای دلونه سل جانی منه سل. تو چی کار میکنی ها؟ سقراط نمرده است، زهرا را دزدیدن میگوید. او در محبس دیوانه شده است. سردارم از راستی میگوین که سقراط نمرده است. مگر دیوانه ای؟ آدم مرده مگر زنده است؟ سردارم شما با خانم زورا یک بار دیگر زنگ زنید که کلتکلس ما را خواتیر کرده است. یعنی در خطر بودن حیات خواهرش رو میگم. بخیر چرا درباره خواهرش دروغ گوید؟ سردارم بخیر وای خواهرش است. احمق سفسته نگو، چون فهمید که از محبس نمیبرد عقلش رو گم کرد. نه این کلتکلس ما را بسیار خواتیر کرد. کلتکلس ما را بسیار خواتیر کرد سردارم. کلتکلس ما را. تو مگر دیوانه ای چی شد؟ سردارم کلتکلس و اژدر بس نبود که باز این مسئله برآمد. این حالت شما را بسیار خواتیر کرده است سردارم. ای خاموش شو. انا بینید باز با خانم زورا زنگ میزنه. چرا که چون که کلتکلس شما را خواتیر برای به اون بی‌شرف باور کردنم نه. یعنی آخر زهرا با کلتکلس چی علاقه داشته میتواند؟ یک دقیقه الله بای الو لوند من سمیر کدام سمیر؟ یه روشن‌تر گپ زن. سمی خوالنگی وای خیش اما که اکرم هفته گذشته صحبت کرده بودیم کو شناختم سمی چی گپ تنجای؟ بیتول رو دوزیدن التماس باید با اکرم گپ زنم حالا اونها رو پای برده ایستادم. خانم بیتول رو دوزیدن؟ در کجا؟ کی کدام بیتول است؟ وای بیتول دکتر رو نمیشناسی مگر؟ خواهر کلتکلس خانم بیتول رو دوزیدن. سردارم خواهر کلتکلس خانم بیتول رو دوزیدن. تو چی میگویی؟ خواهرم و زهرا رو دزدیدن. وقت زیاد نداریم، حیات هر دوشون در خطر است. تلفن رو به من ده. سردارم با شما گپ زدن میخواد جناب سمی. گپ زنید. سمی گپ‌های درست است؟ بله اکرم. بیتول رو دزدیدن. کی گفت باوری داری؟ بله اکرم در پیش چشمم دوزیدن. از قفای اون آدمو رفته ایستادم. نیم ساعت شد پای میبرم. حالا در کجایی؟ در راه کلونی از مرکز گذرانده رفته ایستادم. حالا با نقدی نزد راه مرکزی در آمدم. الو اکرم. الو ای بالا سنده. آن بی‌شرف راست میگوید. آنها رو دزدیدن. سردارم نباشد خانم زورو را هم. این چی گپ است؟ زورو از خانه بسا خرسندانه برآمد. با داملازیا مناسبتشان عین حال بسیار خوب است. انشاءالله این مناسبتشان هیچ با آخر نرسد. انشاءالله. تو هیچ خواطر نشو. مناسبت آنها هیچ با آخر نمیرسد. جنگیلم. مادر لطفاً. با تو چی شد؟ آخر ازدواج آنها ساخته است. ساخته. مگر مناسبتشان چنین دوام میکنه؟ تو هیچ بس نکردی. دیوانه اینقدر ساخته پخته میگویی. شوکت لبای اولو حضرت داملازیا در کجاست؟ در خوراک نصف روزی هم نبود؟ اولو حضرت داملازیا یک چند وقت در اینجا نمی شود. چرا؟ یعنی چقدر وقت نمی شود؟ در روز دوام میکنه. کاری تو چی میلیس؟ کاری تو چی؟ دردش رو تو میکشی. با تو چی میشود؟ کاری تو چیز گفت تو اما من بر قصد زنی کلی اکه فروخ میگویم. دامولا مدتی دراز در بین ما نمی شود. شوکت لبای اولو حضرت این چی معنا دارد مدتی دراز در بین ما نمی شود؟ یعنی یک مدتی دراز داملازیا در بین ما نمی شود اولو حضرت. من هم همین را پرسیده ایستادم. مدتی دراز در بین ما نمی شود چی معنا دارد؟ ها مشکلی همین است. مشکلی همین است. مدتی دراز نمی شود مشکلی است. در بین ما نمی شود چی معنا دارد؟ یعنی مدتی دراز این همه دراز در بین ما نمی شود. مدتی دراز شما هم دراز میگوید نفهمیدید چقدر یعنی چقدر دراز کنید بگویید. اتوزم تا بگی اولو حضرت مدتی دراز گفتن مرا شما نفهمیده. من این مستفید رو فهمانده نتوانستم. کنی شما فهماندین رو؟ من فهمونم. به دادرم از طرف مفتیات یک وظیفه مهم دادند. انا میخیر اینا نمیخیر. یک مدت دراز در بینمون نمی شود. مفتیات وظیفه دارش کرد. پس چرا به ما خبر ندادن؟ چی بود اکرم جان؟ ای بسیار مخفی بود. بله بسیار مخفی بود. وظیفه مخفی؟ بله وظیفه مخفی. دعوت کنی رفت. آفریقا رفت. آفریقا؟ برای دعوت رفت؟ بله آقای اکرم با آفریقا رفت. در آنجا همه لوچ میگردن. اوجا گفت که باید شما لوچ نگردین که خنوکتون میزنه با او بالا در اسلام باید تنه لوچ نگردی. اینا میگه فهموندنی را و باز در پیش خود مقصد گذاشت که تمام آفریقا را مسلمان نکنم با وطن بر نمیگردن. یعنی لباسپوشی و دین و آیین رو با آنها تعلیم میدن. بله اسلامو پهن کردنی. بخشش لبای جناب اکرم با من زورا در کار بود.
تلفنش خاموش است نیفتم عجب زهرا به کار رفت اونال چی شد چرا میپرسی؟ هیچ برای یک رفیق معماری خانه در کار بود برای همین زنگ زدم. خب میلش برای کار زهرا هم در خانه نیست. سردارم من به سلین زنگ زنم از او خانم زهرا رو میپرسم. الو عشقم. عشقم؟ خانم زهرا در برات است. سردارم با او درباره یک چیز گپ زدنی بود. چی؟ با کار نامده؟ ها تمام. سردارم بعد به او زنگ میزند. میلش جانم میپرسم تو رو. خیر سردارم خانم زهرا با کار نرفته است اما پنیک نمیکنم شاید با کشون حسن رفته باشد. زن است آخی. سفسطه نگو بفهم. بهتر که دیدی اگر سکرا زنده میبود از اون شوبه میکرده. سردارم عجبا کلت کلت راست میگوید. تو چی بگویی لیبنته؟ عجبا در حقیقت سقراط نمرده است میگوید. پسرم گور کردنشو هر دو دیدم داشته باشد نماز جنازه کلت کلت هم خونده شده بود. تابوتش رو من برداشته بودم. لبن سرم رو گرنگ نکن. تو بس همین زنگ زن در کجا بدونشو فهم گروه ها رو روان کن. باز با زهرا زنگ زن من باشم یکین به شرف رو بینم با او گپ زدم. تمام صدا شما پی کارتون شوید. پوریش بازی داره. بس گوشونه شما چیکار میکنید؟ پوری نمیبینی شخمت بازی داره؟ خوب و مگر این خیلی شخمت بازی میکنم سقش خواهش کجایم؟ برادر گمشم خودمون میدانیم قدمش کجا میرون. شاه مات بلا سره من از برای این ابله شخمت رو باختم. گم شوید اینجا. پدر داره می؟ من دامولا هستم. دامولای مسجد اشتباه کردم مرا به اینجا آوردن. همه خیر. با فکرم تو پاپ هستی. پاپ؟ استغفرالله من پاپ نیستم. من دامولای مسجد هستم. من نباید در اینجا باشم. من باید در مسجد باشم. میدونی من خودم رو پاپ گفتم مرا قبیده به اینجا آوردن. مرا فهمیدی کلقندو؟ فهمیدم البته فهمیدم برادر. نقش مرده را بازی کنم میارم. همه خیر. کنی مور من بینم. اینقدر خوش را حکاک مردی. خدا جونت گیرد. از راستی مرده؟ تو دامولا هستی؟ بله دامولا هستم. دامولا در مسجد امام هستم. اگر دامولا هستی بیا جنازه این ابله را در اینجا بخوان. استغفرالله یا توبه این خود دیوانه هوشیارم یا توبه استغفرالله توبه ای همشهری خیز وای رفت وای گریخت وای گریخت درباره دزدیده شدن اونا هرچی میدونی بفرما.
با من سکرات زنگ زد 24 ساعت وقت داد از اون 4 ساعت از گذشته دقیقه وقت ایجاد نداره هم زهرا و هم خواهرم رو میکشن گوش کن سقراط مرد میگویم به تو مرد گور کردنشو با چشمان خودم دیدم من هم با تلفن گپ زدم میگویم چرا باور نمیکنی فرض کردیم که نمرده باشد چرا خواهر تو رو دزدید برای از من قصد گرفتن بیا مان شما مگر شریک نیسته گوش کن در حیاتت یک بار هم باشد مرا گوش کن سقراط از من کشتن تو رو خواسته بود مرده تو رو نادیده به من باور نمیکرد از همین سبب تو رو بیهوش کرده به جنگل برده مقصدم او رو در اینجا فریب کرده کشتنم بود اما نشد آخر زد و خورد رخ داد و گریختن مجبور شدم پلیس اومد فکر کردم که سقراط مرده است اما نمرده بود است آخر یعنی تو با سقراط همراه نیستی تو مگر فکر کردی که من به این دروغ باور میکنم گوش کن سقراط زو گفتن یک آدم دارد آدمی که در محبس به من تلفن داد او یافته است چه خیلی که فهمیدی زهر رو یافته سقراط رو یافتن در کار است وقتی از دست دادن ندارم حیات زهرا و خواهرم در خطر است نمیفهمی مگر تو با زهرا چی علاقه داری زهر سیاه بدنی ما رو میدانی خیر چی شده است علاقه زهرا و زهر سیاه را نمیدانی چی چی خیلی خیلی تو چی ها میگویی ها؟ چی ها میگویی؟ این ماشین در کجا باشد؟ این ماشین کجا گم شده؟ لعنتی ها گریختنتون رو فکر کردید انیت بیتول رو در اینجا نگاه می‌دارند اینها چرا بیتول رو دزدیدند از روی کلتکیلاس دیگر از کجا میشد دامولوزیا و بیتول یگون چیز شود تو رو میکشم بیشرف تو با نقاب زاغ سیاه با زهرا عشق بازی کردنت رو میگویی یعنی ها؟ تو چی خیلی آدم هستی ها؟ تو چی خیلی بیشرف هستی ها؟ تا تگی گلویم در اومدی از همین سبب تو رو دستگیر کردن نتوانستم از همین سبب تو رو دستگیر کردن نتوانستم نه حالا اینها به یک طرف بذار برای اینها وقت نداریم از اینجا برآمدنم در کار زهرا و خواهرم را تنها من خلاص کردم میتوانم تو را باید از اینجا برارم من شخصی که تو را از اینجا میبرارم نابود میسازم مجبور هستی مجبورم اگر حیات یک کس در خطر باشد او را پلیس نجات میدهد یعنی من تو کیستی گوش کن درد سقراط با من است اگر تو برای نجات اونها بروی چشمانش رو ناپوشیده هر درشون رو میکشد او دیوانه تیار است نمیفهمی اون نال التجا میکنم مرا از اینجا برار که زهرا و خواهرم رو نجات دهم به آنها من هجم بس کنیم بس کن اجازت بده از اینجا برایم بعد از اون آمده به سرم پروی ندارم اما خواهش میکنم التجا میکنم اون نال مرا از اینجا برار بیشرف چی خیلی نجات میدی چی خیلی که طفلم رو نجات داده همه خیلی نجات میدی با فقط کردن طفل تو من علاقه ندارم سقراط به جانی و قصد کردین رو میدونی تو کردی اگر تو نمیبودی تو کلت کلاس نمیبودی آن سقراط بیشرف هم نمیشود و نه باور بکن من بسیار غمگینم غمگین بوده است همش از روی توست سقراط از روی تو شده زهرا و خواهرت را دزدید یگانه مسئول اینها تو هستی اما نترس پلیس مانند تو پس نیست به تو خواهر دوست گفته او را در حالت مشکلی نمیگذاری نجاتش بدیم تو حالا در اینجا نشسته استراحت کن
نه جان از اینجا یک جایم میبرای. تو از اینجا برموده نمیتوانی. از اینجا میبرای. باید برای. پیش درو. درو کشو. نه جان گفتم. درکشو شو این را با حجرا پرتوید. احتیاط کنید نگریزن. اونال این چی خیل شد؟ خطای من بود. اینقدر سوس گذاشتن لازم نیست. پروا نکن. پگاه او را با یک محبس امنیتش بلند درجه انتقال میدیم. از آنجا گریختنش امکان ناپذیر است. مگر این خانه از قفا در داشته باشد عجبا؟ از در قفایش به درون خانه درآیم چی؟ سمی از در قفا در آمده چی کار میکنی؟ در برای چیزی نداره. شاید به تو بسیار ترسیده ایستاده است. یا خدایا. کنی بینیم؟ الو لبای. ها لوینت. جناب سمی ما هم شما رو کفته ایستادیم. شما در کجایید؟ در اینجا مغز گم میشود. حاضر بیتون رو به یک خانه آوردن. در داخل جنگل هستم. جناب سمی ما رو گوش کنید. ما از تلفن شما مکانتان رو معاینه کرده ایستادیم. شما در آنجا خودتون رو نشان نداده پای بردن گیرید. با احتیاط باشید. هرگز یگان نابکاری نکنید. تشکر زیاد اما لطفاً زودتر بیایید چون که به داخل به یگان کس در آمده نمیتوانم. میترسم که به بیتول یگان ضرری نرسد. جناب سمی از شما یک چیز رو بپرسم. خانم زورو رو هم دزدیدن؟ زورا؟ جناب سمی مگر خبر ندارید؟ یک دروغو گفت که زورو رو هم دزدیدن. بابا زورا رو هم دزدیدن خبر ندارم. بله در اون طرفا دیار نیست؟ نه ندیدم. من از قفای بیتول تا اینجا آمدم. زورا رو صاف ندیدم. میلش شما خاطر نباشید. با کمتر پس به نزد شما میآیم. شما با احتیاط باشید. خودتون رو نشان ندید. میلش من انتظار. چی شده است؟ علاقه زهرا و زاغ سیاه را نمیدونی؟ چی؟ شما خوب هستید دیگه چیز نشد؟ یزنه ما خوب هستیم. زاغ سیاه در داخل است. لطفا او را نجدی. زاغ سیاه؟ بله زاغ سیاه آمده جان همه ما را نجات داد. تو اقلا رفته جان همون زاغ سیاه را نجات دادی؟ زهرا میدانستی زاغ سیاه بودنی کلتکیل از رو میدانستی. بیشرف تا به داخل آیلم در آمدی. حیات زهرا را هم سوزاندی بیشرف. سردارم لوین یکم خبر هست؟ هست خبر بسیار داریم. از تلفن جناب سمی جایش رو یافتیم. خانم بیتون رو به یک جنگل بردن. او در آنجا با احتیاط ما رو انتظار است. خوبش زودتر بریم. سوار شو لوین. حالا برای گربه ایستاد یا برادر؟ دیوانه تو مرا پچک کرده میگذاری و برای گربه میستی. عقداریان یک شاید میشنوم. یا توبه کردم خدایا. این رو نه دیوانه خدا جانت را گیرن. حجت رانندگی را خریده است. تو همینا خلاف. بیا میرویم. پگاه با دیگر جا میبرم تو را. کمتر دم گیر.
شما در قفا بدگی ها اطراف خانه رو احاطه کنید. فهمیدید؟ خاموش باشید. میلش آرامانه. روید زود روید. اطاعت سردارم. کامران قربان شما خانه رو از طرف چپ احاطه کنید. زود باشید. زود. سردارم من چیکار کنم؟ لبن تو سمیر رو یاب. میلش از این شخصانی که بیتون رو دزدیدن در کجا بودن زهرا رو فهمیده میتوان. میلش سردارم خودت رو احتیاط کنید. خب من رفتم. میلش تو هم. چی؟ کالتا گلاس؟ بلا زند! این آدم چی خیلی از محبت میکنه زد؟ ای داملازیا اینجا مخانی و خود مخانی یتیم ماندم. من چی میکنم؟ های مرا گوش کنید. امشب داملازیا را از محبس میدوزدیم. تیاریتان را بینید. مایلش اکا چی از محبس میدوزدیمش؟ بله. اکا تقلت رو خونده یا؟ چه گفتی؟ من فکرم شما کیناهای سیاسی رو بسیار تماشا میکنید. این کار آسانه است ها؟ چه خیلی سیاست ها؟ ما در اینجا درباره انسانگری گپ میزنیم و تو باشی سیاست میگویی؟ اکا صدقه تو شام در اینجا بودن من خطا است. سیاول ما رو میبیند من تلخ کفم. باز از محبس آدم میگویید. اینجا مادر گیر. همه را به نیستی نبر. اگر در کار شود تو را آنجا گذاشته دامالا رو میبراری. اکا خواهش میکنم من رو نگذارید در آنجا و نه شرف رو گذارید. سالی گذاشته من رو گذاشته بودید که آخیر ما این خیلی نکنید اکا جون. اکا راستی گپ نمیگ بسایب است. او را گذاریم بهتر است. راست میگویم اکا. السلام علیکم. السلام علیکم. این دامالا از کجا برآمد؟ باز این دیوانه اومد. با فکرم نماز میخونه. از پشت این دیوانه نماز خونده میشود؟ دامالا زیا رو بینم از اون میپرسم گفتم اما در هیچ کجا نیست. کار دارد کمتر پس شما در کجا بودن دامالا زیا رو میدونید آقای کنان؟ میدانم گفتم که کار دارد. کسی پرسد به نزدیکی میآید بگو. محترم جماعت شما رو دیده راستی خیلی خرسند شدم. میدانم که مرا انتظارید. مرحمت به مسجد درآیید. جماعتی عزیز مرحمت کردم به مسجد درآیید. من یک طهارت کرده می آیم. کدام به عقل این نام را با زمین پرداخته است؟ آقای کنان من کالتا گلاس. داملازیا بخشش زیاد که به زیارتتان آمده نتوانستیم. لیکن امشب شما رو میگریزانیم. در کار نیست. من خودم به همین هم گریختم. چی؟ گریختید؟ داملا آخر این خیل نمیشود. نمیگذارید که ما هم با خودمون یک مقدار ثواب به دست آوریم. هیچ گپ نه. یگان وقت دیگر. داملا شما در کجایی؟ ای وای هم دیوانه هم محبوس علاوه بر این از محبس گریخته است. آقای کنان وقت زیاد ندارم. زال گفتن یک آدم در آن را یافته میتوانی؟ میابیم داملا. مشکلی نیست. چه شد؟ یگان مشکلی هست؟ سقراط ابله نمرده است. زهرا و خواهران رو دزدیده است. برای آنها را یافتنم 17 ساعت دارم. وای فرزندی بیشرف. داملا شما خواطر نشوید. مشکلی نمیشود. من آن زاغ لعنتی رو میابم. داملا زیا گپ میزنید. یک چیز رو پرسیدنم لازم بسیار مهم است. علی استاد؟ هجری؟ استاد هجری این خیل نکن. استاد سوال کوتاه است. با خدا که کوتاه است. گوش کن هجری حالا هیچ وقتم نیست. استاد میپرسم. هجری پسرم نپرس. استاد از دو انسانی که بسیار دوستشان میداریم اگر فرصت یکیش رو نجات دادن رو داشته باشیم کدامش رو باید نجات دهیم؟ چی گفتی؟ این خیلی سوال است. مگر خوب دیدی؟ ولی استاد این شب خوب دیدم. ای تلفن را ده. داملا مرا ببخشید. ناگهان یکی پریشان شدم. این احمق تلفن رو از دستم گرفت. خوابش رو فهمانده ایستاده است. آقای کنان یک لحظه تلفن را با هجری دهید. این احمق خوابش رو نقل دارد. ایستاد آقای کنان یک لحظه تلفن را با هجری دهید. گیر گفزن. استادم است؟ استاد؟ هجری در خواب چی رو دیدی فهمان؟ استاد پدر و مادرم در لب جر میافتیدند. فقط به یک جایش دستم میرسید. از یکدیگر در مسافه دور بودند استاد. اگر به سوی پدرم دوام مادرم به سوی مادرم دوام پدرم میافتید. چیکار کردنم را ندانستم استاد. خیر تو چیکار کردی؟ استاد با همان ترس بیدار شدم. پدر و مادرت سلامتند؟ سلامتند استاد. در قشلاقند. با آنها از نام من بسیار سلام بگو. در حق من دعای بسیار کنن. مایلش گپ نیست استاد. در حال میرسونم. در حال زنگ میزنم به شما دعای بسیار میکنند. خیر نباشد استاد سوالی که پرسیدم در این حالت چیکار کردنم لازم میآید؟ خدا هیچ کس رو با دوستانش امتحان نکند. این بسیار حسیات بد است. می نویسم استاد. خدا هیچ کس را با دوست داشته هایش امتحان نکند. سلامت باشید استاد. استاد یک سوال دیگر دارم.
از پس یک کسی دیوانه نماز خوندن درست است یا نه؟ هجری در یک روز یک سوال بس است، این رو بعد میپرسیم. مایلش استاد مایلش، خدا از شما راضی باشد. وقتی شما رو بسیار نگیرم، سلامت باشید برای کار. ای جماعت مرا گوش کنید. آن داملای دیوانه هست کو زندانی شده است، با وجدان از محبس گریخته است. او را باور نکنید. وی داملای ساخته است، ساخته. با او باور نکنید. ای مرا دیوانه نکن، این را خاموش کنید. یا بیسکو گرفتم. ای مرا سردیت، مرا به کجا میبرید؟ ای صبر کنید. هم دیوانه است هم دروغگو بفهم. مرا سردیت، ای مرا سردیت به کجا مرا میبرید؟ میگویم به شما سردیت مرا آخر. لوین در داخلند و به طول ضرر رسوندنشان ممکن. آخر جناب اسلامی کمتر آرام شوید. اینقدر خودتون رو پراشان خاطر نکنید. همه کار وقتی خود رو دارن. ما اطراف خانه رو احاطه کردیم. حالا کمتر پس به داخل در آمده خانم بیتول رو میگیریم. مرا لوین میگم. من هم با شما میآیم. هیچ کس نگفته. این کاری پروفسیونال ها. با جان خودت جبر نکن. کمتر آرامی رو رویا که تمام. سمی تو باوری داری که بیتول رو به اینجا آوردن؟ اکا باوری دارم. من چند ساعت شد که اینها رو پیگیری دارم. اینها رو در درآمد جنگل گم کردم. اما کمتر پیش آدم به ماشین سوار شده رفت. حالا بیتول با دو آدم در داخل است. چی ایستادیم؟ بیا به داخل درویم. رفتیم سردار. عصب لبه برونه به خوبی تصمیم شوید. حرکت ناجا نکنید. تیر در پیشانی کنید. داخل رو بینید. زود باشه. در درون هیچ کس نیست کمیسارا. خیلی نیست. خوشون نگاه کردن؟ بله. سردارم خودو برم. زود رفته بین. کلیدی گو بیتول رو به کجا برده؟ خانی گفزن؟ تمام سمی آرام. سردارم یه دروغ راست میگفتن. در اینجا هیچ کس نیست. خیلی هیچ کس نیست. بیتول زهرا را به کجا برده ده؟ من از کجا میدونم؟ زهرا در کجاست؟ زهرا در کجاست؟ ای بچه زهرا در کجاست؟ اینها را گرفته بره. تا گپ زدنشان اینها را کوبه. یکان چی گفتن به من زنگ زنید. روید. اکا من اونها را دیدم. دروغ میگویم. یک جای به درون در آمدن. سمی تو را فریب دادن. فریب کردن. چی خیر؟ بیتول را به دیگر ماشین سوار کردن. تو باشی اینها را بیده تا اینجا پیگیری کردی. حریفان احمق. وای این رو بینا. اما کلونل من چی کردم میدونید؟ هنگامی با ماشین گذاشتن آنها را خمی ماشین آنها را صورت گرفتم. انا بینید افت نمودشون هست. چی میگویی؟ کنی بینید؟ بینید اکا بینید. آفرین پندت زن. لوین این را گرفته به تمام گروه ها تقسیم کن. من سردارم تلفن تا استفاده برم. استفاده برد لوین. تمام حاضر حل میکنم. من مورمه یعنی بیتول رو از روی کلتا کیلاس دوزیدند ها؟ یک دقیقه جناب سمی شما کلتا کیلاس گفتید؟ نه همین خیل گفتم. بله همین خیل گفتی. تو مناسبت زهرا را با زاغ سیاه یعنی با کلتا کیلاس داشتنش رو میدانستی ها؟ زاغ سیاه هم کلتا کیلاس بوده است. تو چی میدونی سمی؟ پس چرا کلتا کیلاس گفتی نباشد؟ من میدونستم که زهرا به زاغ سیاه عاشق است. اما کلتا کیلاس بودن زاغ سیاه رو نفهمیدم. یک لحظه ایستا صبر کن. انا با زاغ سیاه عاشق بودن زهرا را باز کی میداند؟ همه میدونن تمام اویلا هم. این کار رو بینا. وقتی کلتا کیلاس بودن دامولا سیاه رو فهمیدن اینقدر حیران نشده بودم و چون کلتا کیلاس بودن زاغ سیاه رو فهمیدم. تو چی میگوی تو؟ سمی تو چه ها میگوی؟ دامولا سیاه کلتا کیلاس بوده است؟ زنوک اکا من هم نفهمیدم. چی خیلی آخر؟ دامولا سیاه کلتا کیلاس زهرا با کلتا کیلاس اویلا دارد. بله کلتا کیلاس زهرا دامولا سیاه شما مگر ما را نمیشنوید؟
زور نزن. هیچ کس تو را از دست من خلاص کردن نمیتواند. سردارم خدا تو نزن سردار اکا آرام شد اکا نه جناب سمی تمام حالا آرام باشید و مرا گوش کنید. سردارم سکته میله سر شد. این سیندرومی سپید است. این سیندرومی دانستم و سپید است. حالا کاری نکردم و تنها در بری سردارمون نشستن میشود و با او سر و کار نمیگیریم. سیندروم کمتر در وجود پنج میشود. بعد به هوا میرود. فهمیدی بفهم؟ فکر را نکن. بشین ما خودش زدن بگیریم. بشین نه بچه بشین. بشین جالب سمی این کسل سیندرومی اوناله. بسیار داد میزنه فریاد بکنه بعد میده بخت میساز بشه. یا خدا از همین سیندروم اینا ما بنداتا در پناش نگه بدارم اینا آخرت. مرا سردهت یعنی مرا شما گفته ایستادم که مرا جماعت منتظر است. مرا سردهت من باید به مسجد روم. جماعت مرا منتظر است. شما این را بفهمید یا نبفهمید من با شما گفته ایستادم سردهت. این را گرفته به دیوانخانه پرتفته زود بیایید. ای برادر ما دیگر کار نداریم مگر کار شما رو میکنیم. گیرید شو پرده کرده ایستاده است. گناه از گناهی است این. برادر اگر از خودش نبروید گوید من با پایش پرونم دیگر نمیگریزد. بیایید ما او را خودمون میبریم. مرا سردهت من خاموش راهگر من دنبالای مسجد هستم و من باور کنید من با شما راستش رو میگویم مرا سردهت. من دنبالا هستم. از ظاهر متهم یگان خبر هست؟ به خدا که نیست که ما هم زنگ رو انتظاریم. مایلش رفتیم. شما کیستید؟ از ما چی میخواید؟ اکام با شما چی کرد؟ دمت رو گیر خاموش با اکاد بیزار کردی. با دختر داد نزن. زهرو اکام با این آدمو چه علاقه دارد؟ زهرو نمیدونم بیتول آرام شم. بمبه ها رو چسبونید. تو چی کار میکنی ها؟ تو چی کار میکنی دیوانه مگر؟ خدایا با من زدن. شما چی کار میکنی؟ خدایا با ما مدن. آرام شم بیتول آرام شم. خدایا بله همش از کالتا کلاس وابسته است. کنی بینیم سری وقت شما را نجات میدهد.